با سلام خدمت همراهان شرکت سپنگیرا. با هم نحوه ثبت دعوت در سیستم مدیریت مراجعین رو مرور می‌کنیم. بعد از ورود به سیستم، از منوی سمت راست، بخش میزبان و بعد از اون مدیریت دعوت رو انتخاب می‌کنیم. در این قسمت میتونید دعوت جدید ثبت بکنید و همینطور لیست دعوت‌های قبلی خودتون رو به این صورت ببینید. برای ثبت دعوت جدید در بالای صفحه روی دکمه افزودن دعوت کلیک می‌کنیم. فرم دعوت به این صورت برای ما نمایش داده میشه. نکته‌ای که توی این بخش باید به اون توجه بکنید، فیلدهایی هستن که سمت راست اونها علامت قرمز قرار داده شده. این فیلدها اجباری هستن و حتما باید به طور دقیق وارد بشن. فیلد عنوان دعوت فیلدی هست که ما در اون یک عنوان رو برای دعوت خودمون ثبت میکنیم. مثلا من آموزش دعوت رو برای عنوان خودم ثبت میکنم. فیلد بعدی مکان ملاقات هست. در این فیلد ما نام اتاق یا طبقه‌ای که مهمان ما باید به اونجا مراجعه بکنه رو مینویسیم. مثلا من مینویسم طبقه سوم. فیلد میزبان هم اسم خودتون رو وارد میکنید و همینطور میتونید بین کارمندهای زیر مجموعه خودتون یک نفر رو به عنوان میزبان انتخاب کنید که با یه سرچ ساده میتونید انتخابش بکنید. نام گروه هم گروهیه که دارید از اون دعوت خودتون رو ثبت میکنید. در فیلد گذرگاه هم باید به این نکته توجه کنیم که یک مجموعه و ساختمان شرکت ممکنه چند ورودی داشته باشه و ما توی این قسمت مشخص میکنیم که مهمان ما از کدوم گذرگاه عبور بکنه و وارد مجموعه بشه. در فیلد دعوت شده از هم ما نام شرکت و مجموعه ای رو می نویسیم که مهمان ما از طرف اونها معرفی شده. از این قسمت هم ما میتونیم ساعت ورود مهمانمون رو به صورت امروز و یا به صورت بازه‌ای مشخص بکنیم. در بخش امروز برای مثال ما از ساعت 10 صبح تا ساعت 12 رو انتخاب میکنیم. توجه کنید که مهمان ما فقط بین این ساعت ها میتونه مراجعه بکنه و در غیر این صورت بهشون اجازه ورود داده نمیشه. حالا اگر میخواید یک روز دیگه با یک باز زمانی دیگه ای رو برای ورود مهمان خودتون تعیین بکنید، از قسمت بازه این کار رو انجام میدیم که میتونیم تاریخ خاص خودمون رو مشخص بکنیم و همینطور ساعت ورود و خروج مهمانمون رو. فیلد روزهای مجاز هفته هم زمانی مورد استفاده قرار میگیره که بخوایم مهمان ما در روزهای خاصی از هفته بتونه به راحتی تردد بکنه. برای مثال روزهای یک شنبه و دوشنبه رو انتخاب میکنیم که مهمان ما به راحتی بتونه وارد بشه. فیلد بعدی هم دعوت با خودرو هست که اگر تیک این گزینه رو بزنیم باید شماره پلاک رو به طور دقیق وارد بکنیم. من برای مثال یک شماره پلاک اینجا قرار میدم. فیلد بعدی هم نام خودرو هست که حتما باید وارد بشه و همینطور شماره پارکینگ که اون هم فیلد اجباری هست و باید به طور دقیق وارد بشن. در این قسمت هم توضیحات خاصی که مد نظرتون هست رو میتونید وارد بکنید. آیتم بعدی انتخاب مهمان هست که میتونید مهمان و یا مهمانهای خودتون رو انتخاب بکنید. اگر مهمانی رو از قبل ثبت کردید و یا قبلا دعوت شده بود میتونید با یه سرچ ساده توی این قسمت پیداش بکنید. اما اگر برای اولین بار بخواید مهمانی رو ثبت کنید از این آیکون استفاده میکنیم تا این فرم برای ما باز بشه. از این قسمت نام خانوادگی، کد ملی و اطلاعات مهمانمون رو وارد میکنیم. از این بخش هم میتونیم یک عکس برای اون در نظر بگیریم و بعد مهمانمون رو ذخیره میکنیم. از فیلد قابل حمل میتونید لوازمی که مهمان یا مهمانهای شما مجاز هستن با خودشون حمل بکنن رو انتخاب بکنید، مثل لپتاپ، چاقو و غیره. این قسمت هم که لیست مهمانهای شما هست که میتونید با زدن روی آیکون سطل زباله اونها رو حذف بکنید یا بعداً اضافه بکنید. در آخر هم 3 تا دکمه لغو
ذخیره پیشنویس و ذخیره و ارسال داریم. دکمه لغو که کل مراحل رو لغو میکنه. دکمه ذخیره و پیشنویس برای این هست که دعوت شما در کارتابل خودتون ذخیره بشه تا بعداً بتونید اون رو ویرایش و یا تکمیل بکنید. توجه کنید که با زدن این دکمه ذخیره و پیشنویس دعوت شما برای تایید کننده ارسال نمیشه. دکمه بعدی هم ذخیره و ارسال هست که با انتخاب اون فرم شما ذخیره و برای تایید کننده ارسال میشه. توجه کنید که با انتخاب این دکمه شما دیگه قادر به ویرایش فرم دعوتتون نیستین. همونطور که میبینید دعوت ما به راحتی ثبت شده. در این صفحه میتونید لیست دعوت‌های خودتون رو و جزئیات اونها رو به طور دقیق ببینید. در قسمت وضعیت 4 حالت وجود داره. حالت اول حالت تایید هست، به این معنی که دعوت شما تایید شده و مهمان شما میتونه به اون شرکت مراجعه کنه و وارد بشه. حالت بعدی حالت در انتظار تایید هست، به این معنی که فرم توسط شما تکمیل و ارسال شده و در انتظار تایید کننده قرار داره. حالت بعدی هم حالت ویرایش هست، به این معنی که فرم توسط شما پر شده ولی هنوز برای تایید کننده ارسال نشده. یعنی در مرحله آخر ثبت فرم شما دکمه ذخیره و پیشنویس رو انتخاب کردید. حالت بعدی هم حالت رد هست، به این معنی که دعوت شما توسط تعیین کننده رد شده. در این حالت هم میتونید با بررسی علت رد شدن فرم دعوت خودتون رو ویرایش کنید و دوباره برای تایید ارسالش بکنید. نکته آخر هم اینه که دعوت‌هایی که توسط افراد زیر مجموعه شما انجام میشه هم در همین قسمت برای شما نمایش داده میشه و در انتظار تایید توسط خود شما قرار میگیره. ممنون از همراهی شما.